در خدمتتون هستیم با پارت دوم صدای تجربه، مصاحبه با آقای محمدی عزیز از برند سالیان. ضمناً اگه بخش اول رو ندیدید توی یوتیوبمون میتونید ببینید. راستی سابسکرایب، لایک و کامنت شما انگیزه بیشتری برای ادامه دادن این ویدیو کستا به ما میده. تا حالا به مهاجرت فکر کردید؟ بله، من سیتیزن کانادا هستم. ولی هستید، میاد میرید نه ولی اینجا هست. ولی به این فکر نکردی کلا مهاجرت کنی؟ نه، چون من اونجا زندگی کردم 6-7 سال. بله. کانادا زندگی کردم. اونجا آدم یه حس بیریشگی داره، یعنی احساس میکنی ریشه نداری اونجا. اینجا رو مال خودت میبینی شما. حالا آدمایی که تجربه دارن اینو بیشتر لمس میکنن. شما این کشور رو مال خودت میدونی، براش میجنگی، بله. میری برای اصلاح، ولی اونجا شما نمیتونی این کارا رو بکنی. شهروند درجه 2. درست. به خاطر همین مهاجرت، این که بری جایی بمونی رو خیلی نه، بهش اعتقاد ندارید. تا حالا شده کم بیارید تو کار؟ پیش میاد، بله خیلی وقتا پیش میاد که کم بیاری. منظور این که نخوای ادامه بدی. بله. حالا خسته میشین یه وقتی تو کار. از چی کار میکنید اون موقع؟ هیچ تحمل. راهی نداریم. همون صبر است. 25 سال عمرمون رو گذاشتیم تو این صنعت. راه پس و پیش نداریم ما که بخوایم به راحتی. اون دیگه عمرمون که بر نمیگرده. ولی پیش یه جریانی چند وقت ترند شده، با هر خانم یا آقایی که صحبت میکنه، بیشتر تو خانم هاست، میگه من طراح هستم و برند خودم رو دارم و مزون خودم هم راه اندازی کردم یا در حال راه اندازیه. چه توصیه‌ای برای این دوستان دارید؟ ببینید، به هر حال تو بحث پوشاک خب هر کسی میتونه این ادعا رو بکنه، ولی زمان نشون میده که چقدر حالا تو این زمینه موفق خواهم بود. خب خیلی تو این 25 سالی که من بودم خیلی آدما اومدن مزون زدن، توی یه مقطعی هم موفق بودن ولی امروز نیستن. اونهایی که در طول زمان، یعنی با گذشت زمان میمونن، اونا در واقع موفقن توی صنعت. حالا اینکه افرادی که دوام بیارن تو کار، وگرنه با یه کلکسیون دادن و با یه سال 2 سال کار کردن. چه توصیه‌ای برای دوام این دوستان دارید؟ چون میدونید یه تعداد خیلی زیادی هم شدن. حالا بعضیاشون از طریق سوشال مدیا اسم و رسم هم درک کردن، دارن ادامه دار میرن، ولی خیلی تازه میخوان وارد این بازی بشن. ببینید، این صنعت یه صنعتیه که با نوآوری کار میکنه. توصیه نوآوریه، یعنی کسی که وارد این عرصه میشه اگه نوآوری داشته باشه میمونه. اگر نوآوری نداشته باشه بخواد کار تکراری کنه، خب قطعا نمیمونه. یعنی یه چیز متفاوت با فست فشن. باید یه چیز متفاوت، باید حرفی برای گفتن داشته باشه. برند سالیانو تو کاتگوری کدوم از برندهای خارجی میبینید؟ برند سالیان، ببینید ما از الهام گرفتیم از برندهای خارجی. قطعا خب اونا رو دیدیم، ایده گرفتیم. ولی ما هدفمون برای در واقع گروه کالایی ما گروه کالای خانواده است. پوشاک ما از زنانه، مردانه، بچگانه داریم. بله. از 2 سال به بالا ما نوزادی تولید نمی‌کنیم. حالا برندایی که مشابه این قضیه دارن تقریبا همه، حالا بعضیاشون که بست پرکتیس ما هستن، ولی خب مشابه فعالیت ما رو دارن دیگه. حالا از نظر مخاطبم خب باید انتخاب کنیم. بعضی از برندها هستن همین گروه کالایی رو دارن ولی مخاطبشون دهک‌های پایین جامعه است. بله. با توجه به قیمت‌گذاری که دارن. ما به مقدار قیمت‌گذاریمون برای دهک‌های متوسط به بالاست. حالا چون همکاری هم داریم میبینم تو حساسیت کارتون و کیفیت کارتون. یه چند تا برند خارجی اسم میبرم، حالا دوست دارم نظر شما رو بدونم. مثلا نایک یا آدیداس؟ تکنولوژی. مثلا دوست دارم از این دوتا کدومشون رو شما انتخاب میکنی؟
هر دوشون. جفتشون. آره نایکو پیشروتر میدونم نسبت به آدیداس، ولی آدیداس هم از نظر کیفیت فوق العاده است. بله. لی یا لیوایز؟ برابر میبینم اینا رو. هر دوشون اولد فشنن. یعنی خیلی پیشرو از نظر بروز بودن نیستن. دیور یا فندی؟ من خیلی باشون ارتباط برقرار نمی کنم، ولی لاکچری برندن دیگه، جفتشون لاکچری برندن. دولچه گابانا، فیلیپ پلین؟ دومی رو نمیشناسم اصلا، ولی دولچه گابانا برندیه که سلیقه من نیست. بله. من از برند خودتون میتونستم خودم این رو حدس بزنم. چه تفریحی بیشتر حالتون رو خوب میکنه؟ تفریح؟ خب من خودم ورزشم اسکیه، خیلی اسکی رو دوست دارم. فصل زمستون خیلی اسکی میرم. ولی در طول سال بیشتر تفریح من یا تنیسه یا با دوستان، بیشتر هم نشینی‌های دوستان. بالا که بودیم درباره موزیک هم صحبت می‌کردیم. موزیک هم علاقه‌مندم که اون دیگه تفریح در واقع شخصی منه. خیلی تو کار جمعی نمی‌کنم. بله. توی شرکتتون سخت‌ترین مسئولیت رو کی داره؟ سخت‌ترین مسئولیت طبیعتاً خودم دارم. چون بقیه عمده مسئولیت بله به عنوان در واقع مدیر عامل داره تو شرکت ما. انگیزه مهمتره یا نظم توی کار؟ این هم سوال هر دوش. هر دو. شما هم باید انگیزه داشته باشی، هم باید منظم باشی. انگیزه خب خیلی هم. انگیزه میتونه یه مقدار بیشتر کمک اثرگذارتر باشه. توی صحبتاتون هم خودتون اشاره کردید به فامیلی بیزینس. چقدر اعتقاد دارید و اینکه خب توی همه صنف‌ها این مشکل بعضی موقع پیش میاد، اختلاف نظر، اینو چجوری با برادرتون سپری میکنید؟ ببینید تو بیزینس‌های خانوادگی بزرگترین معضل جاییه که نمیتونن تصمیم گیری کنن یا تصمیم گیری تداخل پیدا میکنه. بله. حالا ما یک در واقع مشکل قانونی هم تو کشور خودمون داریم، اونم برای بیزینس‌های شرکت‌هایی که به صورت 50-50 ثبت میشن. شرکت وقتی 50-50 ثبت میشه، اعضای هیئت مدیره هم 2 نفر هستن، تو اینجور شرکت‌ها اختلاف که پیش بیاد دیگه اون مشکل حل نمیشه به راحتی. خیلی وقتا منجر به انحلال شرکت میشه. برای همین یکی از راهاش پیشنهاد قانونی که اصلا اصلاح بشه این قضیه، که شرکت مثلا 49-51 ثبت بشه. شرکتایی که تو ایران موفقن اونهایی هستن که در واقع وزن یه طرف سنگین‌تر بوده، نه به خاطر سودجویی اون طرف، به خاطر قدرت تصمیم گیری، به خاطر اینکه زیر مجموعه میتونن در واقع با اون شخصی که به هر حال با اون فردی که تصمیم گیر هست ارتباط برقرار کنن و کارشون رو انجام بدن. چون اگر که تصمیم گیری نشه کرد، یه جایی هست شرکت در واقع به بنبست میخوره، نمیشه تصمیم گیری کرد. 50% یه شریکه، 50% یه شریکه دیگه. عموما هم اینجور شرکت‌ها خانوادگی هست. اونجاها نمیشه تصمیم گیری کرد و این اشتباهه. به خاطر همین من به جوانایی که میان پیشم همیشه توصیه میکنم، میگم اگه وارد شرکت شدی یا 25% داشته باش یا 75%. اگر 25% رو میسهام سهامداری تو اون شرکت. هر زمان که شما دوام نیارید اون شرکت میتونن در واقع میتونی سهامتو بفروشی، خارج شی از تو شرکت، میری سرمایه‌تو میبری جای دیگه. ولی سرمایه 50-50 سرمایه هر 2 نفر قفله تو شرکت و این خوب نیست. خیلی قشنگ. چقدر به آموزش کارمندا اهمیت میدید؟ آموزش خیلی مهمه، ولی نیرویی که آموزش میده مهمتر از این قضیه است. ما متاسفانه تو صنعتی داریم کار میکنیم که نیروی آموزش دهندمون مجرب نیست، به صورت تئوری درس‌ها رو خونده. یعنی مثلا فردی که میاد تو مجموعه من میخواد پرسنل من آموزش بده، خودش تجربه کار منو نداره، دانشگاه رفته، کتاب خونده،
با اونها میخواد بیاد آموزش بده. وقتی اون آموزش رو به پرسنل من ارائه میده، پرسنل من تجربهشون بیشتر از اون فرده. یعنی من پرسنلی که دارم تو مجموعم که 20 سال سابقه کار داره، اون وقتی اون آموزش رو میبینه میگه من اینا رو که همه تجربه کردم، ولی شما این اشتباه رو داری اینجا. در واقع اون پرسنل باید آموزش بده این قضیه رو و آموزش خیلی مهمه. ولی متاسفانه حالا تو مقطعی که ما شروع کردیم، افرادی که می اومدن به عنوان در واقع برای فروشندگی استخدام می شدن، آدمای تحصیل کرده‌ای نبودن. امروز همون آدما بالاخره رشد کردن، کار کردن، تجربه پیدا کردن، ولی اون دانش آکادمیک رو باید کنار کارشون داشته باشن که متاسفانه ما تو کشورمون یه مقدار ضعف داریم تو این قسمت. حالا میشه خیلی وقتا از نیروهای خارجی استفاده کرد، تجربه در واقع عملی دارن. موافقم. البته الان خیلی بهتر شده. این موضوع که من دارم میگم مال مثلا 20 سال پیشه. الان خیلی بهتر شده و نیروهایی به هر حال هستن، افرادی که با تجربه میشه ازشون استفاده کرد و خیلی مهمه آموزش. پس اهمیت میدید و توی مجموعه دارید همچین. یه بحث دیگه هم هست که خب من قدیم اینو خیلی مثال میزدم. من گفتم ما یه مشکلی داریم توی کشورمون و اون مشکل اینه که ارتباط بین دانشگاه و صنعت قطعه. یعنی دانشگاه داره یه سری به هر حال درس‌های تئوریک رو تو کلاساشون تدریس میکنه، فارغ از اون اتفاقی که تو صنعت میفته. صنعتکار ما هم داره تو صنعت به صورت تجربی مشکلاتش رو حل میکنه. هیچ وقت هم اینا ارتباطشون برقرار نمیشه. یعنی وقتی میرن و هم نمیتونن ارتباط برقرار کنن، مشکل ایجاد میشه. اتفاقی که افتاد تو این سالها، برندها اومدن این خلا رو پر کردن. یعنی برندها با استخدام نیروهای متخصص، نیروهای حالا تحصیل کرده دانشگاهی، بعضا اون نیروهایی هم که ما میگیریم خیلیشون تجربه کار ندارن. که ما الان درگیری تو شرکت‌های ماست. مثلا تولید کننده گله میکنه که فرضاً این نیرویی که شما داری تجربه کار نداره که باید یه دوره بره، ولی همین ارتباطات باعث میشه نیروهایی که پیش ما میان بعد از این مدتی هم تجربه رو دارن، هم تحصیلات دانشگاهی رو دارن و به هر حال نیروهای خوبی خواهند شد در آینده. بله، بابت همون 51% و 49% من خودم چیز خوبی امشب یاد گرفتم. ببینید حالا بحثی که داریم اینه که من یه تجربه‌ای که من از پدرم در واقع درس گرفتم. بله. بحث ثبت کردن بود، ثبت اطلاعات، ثبت توافقات، نوشتن. بله. من چند وقت پیش باکسی رو تو در واقع اسناد پدرم پیدا کردم که تمام در واقع توافقاتی که توی در طول این مدت حیاتش انجام داده بود دیدم به صورت مکتوب. مثلا 50 سال پیش فلان توافق رو با برادراش انجام داده، تا روز آخری که اون توافق بوده رو ایشون توی اسنادش ثبت کرده بود. خب این امروز خیلی به درد ما میخوره. به خاطر همین من خودم این درس رو گرفتم که همه چیز رو مکتوب کنیم. و یه مسئله‌ای که من تو شرکت دارم، همیشه به پرسنل گفتم جوری کار بکنی که وقتی نیستید کارتون انجام بشه. کارو متکی به خودتون نکنید. حتی خود من یه وقتایی بیشترین مسئولیت تو شرکت دارم، ولی هر روز در حال تفویض اختیارم. یعنی هر روز کارهای میسپارم، ولی کارهای جدید برای مسئولیت‌های جدید بهم اضافه میشه. بله. چرا؟ چون من میگم اگر ما بخوایم یه مجموعه پویا داشته باشیم که فارغ از ما زنده باشه، باید یه کاری بکنیم که در نبود اونم اون مجموعه حرکت کنه. البته محمدی توی این موضوع واقعا برای خود من به شخص الگویید. من هر جا میشینم میگم آقای محمدی خب یه تایمی تو سفر هستن ولی همیشه کارشون رو سیستم داره پیش میره. یادم اون زمان کرونای 6 ماه تو سفر بود، ولی ماشاءالله مجموعه همیشه رو پا بود و کارشو انجام میداد. یه بنده خدایی میخواد بره یه شلوار بگیره. چه چیزی باعث میشه بین برندایی که داخل داریم، حالا متوسط و خوب و ضعیف، بیاد برند سالیان انتخاب کنه برای خرید؟ ببین ما از نظر کیفیت یکی از سختگیرترین مجموعه ها هستیم. حالا این اعتراف تولید کننده های ما. البته خود من به شخص بله شما حالا من باید آخر ولی تولید کننده ها معمولا ادعا دارن که شما سختگیرترین هستید از نظر واحد کنترل کیفیت.
خب ما رو کیفیت سختگیریم روی خدمات بس از فروش. اگر مشتری به هر حال کالاش مشکلی داشته باشه پاسخگو هستیم. این دو تا مطلبیه که خب میتونه در واقع مزیت باشه، جذاب کنه خرید برای مشتری. البته میگم ما حالا افتخار همکاری با خیلی برندهای خوب داخلی رو داریم. برند شما جزو سختگیرترینه نمیشه بگم، و اینکه همیشه کاری که در میاد همه بچه‌ها خودشون لذت میبرن. بزرگترین ترس و امید. بزرگترین ترس و امید. حالا بزرگترین ترس عدم امکان اصلاح توی این مملکت که خیلی وقتا اتفاق میفته. ما واردی عرصه هایی میشیم، یه بحثایی رو میکنیم، ولی خب این ترس وجود داره که به نتیجه نرسه. بزرگترین امیدمون هم همینه که اینا اصلاح بشه. یعنی داریم به خاطر همین ها میجنگیم که این اصلاحات اگر انجام بشه خیلی کمک میکنه به رونق این صنعت و موجب اشتغال زایی خیلی زیادی خواهد شد تو جامعه. تغییر رویکرد نظام حاکمیت که متفاوت ببینن، پوشاک رو فقط تولید نبینن. بحث برندینگ در پوشاک یه مقوله‌ای فراتر از تولیده. تولید میتونه تو هر جای اتفاق بیفته. بله. تولید کننده میتونه کالاشو برای برند ایرانی یا خارجی تولید بکنه و ظرفیتش رو پر بکنه، ولی برند ایرانیه که هر جای دنیا تولید بکنه محصولش به نام ایران شناخته میشه. من اگر کالامو در چین تولید بکنم در انگلیس بفروشم برند ایرانی کالاشو فروخته، ولی اگر که برند خارجی بیاد تولید کنه در ایران فقط یه سهمی از تولید ما داره، کالاش به اسم برند خارجی. به خاطر همین حمایت از برندهای داخلی بزرگترین خدمت به این صنعت برندهای ایرانی. ولی این به این معنی نیست که ما واردات رو ممنوع کنیم بگیم برند خارجی نیاد. من با این مخالفم. باید برند خارجی کنار ما باشه. ما از برندهای خارجی خیلی چیزا یاد میگیریم. دقیقاً. درس میگیریم. به اضافه اینکه اونها وقتی میان داخل دانش فنی که میارن موجب ارتقای کیفیت تولید کننده های ما میشه که الان این متاسفانه نیست. از بین رفت. کلیات بس همون ساله که میفرمایید یه تایمی آزاد شد. خب خیلی همون برندها تولیدشون هم اینجا انجام میدن دیگه. خود ما هم اون تایم خیلی چیزا یاد گرفتیم. کیوسی واقعی اونجا یاد گرفتیم. ولی آخر حرف همه صحبتون به یک سویه که فقط فیک نباشه. بله. چند وقت پیش بود بچه‌ها که داشتن تو بسته‌بندی کار انجام میدادن دیدم لوگو رو عوض کردید. شما یه توضیح هم درباره لوگو بدید. این لوگو جدیده چرا عوض کردید؟ معنیش به چه معنایی هست؟ والا ما پروسه در واقع انتخاب لوگومون خیلی طول کشید. تقریبا یه چند سالی درگیر این بودیم، هم مسابقه گذاشتیم، هم چند تا طراح برای ما طرح زدن، ولی خب هیچ کدوم مقبول نمی‌افتاد. تا دیگه تقریبا 2 سال پیش با یه تیم از اساتید حالا گرافیک صحبت کردیم و یه قراردادی تنظیم کردیم که برای طراحی لوگو به ما کمک کنن. داخلی بودن اونا؟ بله، از اساتید داخلی بودن و خیلی کمک کردن و همکاری کردن. تو طراحی لوگو دوستان خب به یه مرحله رسیدن که آقا شما به ما باید ایده بدید که در واقع از چی الهام گرفتید برای سالیان. من خودم خیلی دوست داشتم همیشه یه المان ایرانی رو پیدا بکنم. درخت سرو ابرکو به ذهنم رسید. دیدم درخت سرو ابرکو یه مقدار با ویژگی‌های سالیان همخونی داره، هم از نظر قدمت که قدیمی ترین درخت ایرانیه، حالا تو بعضی از روایت‌ها 4500 سال، بعضی از روایت‌ها تا 6000 سال قدمت این درخت هست، و هم بزرگی درخت سرو ابرکو، چون ما توی سیاست‌های سالیان برنامه‌مون برای این بوده که روی فروشگاه‌های بزرگ کار بکنیم، یعنی یه جوری همخونی داشت با ویژگی‌های سالیان. خب این دوستانم زحمت کشیدن رو طراحی در واقع علامت کار کردن
و علامتی که نهایتاً تایید شد این علامتی که شما الان می‌بینید. لوگو قشنگی هم هست. خیلی ممنون. میدونم هم مشغله زیاده و هم یه لحظه ببخش پنجره کات بزنیم چجوری شروع کنم که بازم ممنون با این همه مشغله وقت گذاشتید. توضیح داده بودم یه برنامه آموزشی که انشالله اگه برنامه‌ریزی بچه‌ها قراره تا 1 میلیون تا ویو بخوره. دوست دارم تو پایان میگن بحث آزاد، چه توصیه‌ای دارید دوستانی که این ویدیو میبینم؟ من تا الانش خودم به شخص کلی چیز یاد گرفتم. ازتون ممنونم. میگم تو کارم ازتون یاد میگیریم، اینجا هم کلی یاد گرفتم. چه صحبتی داره تو پایان؟ ممنون میشم بگید. والا من خودم رو انقدر حالا از نظر سنی هم بالا نمیبینم که بخوام به جوونا توصیه بکنم. حالا هنوز کار داریم، ما باید تجربه بکنیم و این سوال رو معمولا خیلی میشنوم توی مصاحبه ها. خب حالا عزیزانی که تو صنایع دیگه هستن خب با تجربه ترم پاسخ میدن. توصیه که تو صنعت خودمون تقریبا تو صحبت ها مطرح شد. حالا مواردی که مد نظرم بود مواردی داشتم و گفتم. بله. مورد خاصی ندارم. خیلی ممنون از شما. به هر حال شما انسان پر انرژی، یکی از در واقع پر انرژی ترین افرادی که من تو این صنعت دیدم شما. ممنونم. انشالله که همیشه موفق باشید. انشالله در کنارم. قربون. مرسی.